السلام علیکم و رحمت الله. اما شاعران اصل 21 یعنی که اون برادرایی که در قید دوداری که دیروز در صدمه نقلیاتی وفات کرد همراه دوستانش، اون بچه 18 ساله رو نظر گرفتیم با هر خیر اون رسمای گرفتن نوار کردین. دوستان من، اول اینکه مادر همون دادری مرحوم گفت از کلی مردمی تاجیک بگین تا که صفیون و فرزندش نیست کنن. خب بعدا شما گرفتین رسم اون دادر با هر خیر رکلام کرده بود با برادری عزیز من، دادری عزیز من و غیره و هاکذا. من دوستان من، اول اینکه مرگ حق، بعد در اسلام همگی 3 روز از ماتم گرفتن و بعد وقتی شما این نوارهای همون دادر عزیز من، برادر عزیز من میمونین، پدر و مادر و خواهر و دادر و خویش و رقبای اونها با سخت‌تر گیرشان ریش میشه. و سبحان الله، اگر اون برادر عزیز شماست پس در حقش یک کف دعا کنین، پروردگار بگن از حوض کوثر سیراب باش کن و جونی که نوارهای هر خیلی میکنین. الله نگهبان همه شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله.